بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنتابع درسنا من كتاب بناء الأفعال. إنك مدرسي خضر بعوني الله سبحانه وتعالى دوامدهم از كتاب بناء الأفعال، يعني صرف بنام بناء الأفعال. درس ما آغاز می‌شود آنجا که صاحب کتاب می‌فرماید و اما لفیف، یعنی یا یک قسمی فعل است که نامش لفیف می باشد و هو الذي يكون فيه حرفان من حروف العله، یعنی لفیف چنان فعل می باشد که در او دو حرفی از حرفهای علت می باشد و هو على قسمین، و همون لفیف از دو قسم عبارت بوده است. الاول اللفیف المقرون، یعنی لفیف مقرون میگویند. این چگونه لفیف است؟ و هو الذي يكون في مقابلة عینه و لامه حرفان من حروف العله، و چنان فعل بوده است که در مقابل عین باب او و در مقابل لام دو حرف از حرفهای علت بوده است، مانند طوا که در اصل طاوایا می باشد. نگاه کنید، در مقابل عین و لام دو حرف علت واو و یا. و الثانی اللفیف المفروق، لفیف مفروق میگویند، یعنی که جدا جدا. وهو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه حرفان من حروف العلة، يعني لفيف مفروق آن است که در مقابل فای یعنی که میزان و در مقابل لام میزان دو حرف از حرفهای علت می باشد، مانند وقا که در اصل واقعیه می باشد. اهمیت دادگی باشد حرف علت از دیگر جدا هستند، بنابراین این نامش لفیف مفروق می نامند. خب بعد یعنی تو همین شرحش رو از یاد کنید، چون که باقی موندهش یک درس میکنیم. باقی موندهش چیکار میکنیم؟ یک درس میکنیم، زیرا اینکه درباره ادغام میرد و ادغام رو به یک درس تمام کردن هیچ ممکن نیست که مثال گیریم او را جدا جدا کنیم. فهمیدید؟ هیچ ممکن نیست هیچ کار کنیم او را جدا جدا کنیم، زیرا اینکه سه نمودی مثلا میگویند ادغامی واجب میگویند، ادغامی جایز میگویند و ادغامی ممتنع میگویند. هر سه یک بار میگیریم. صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.